هر ماه چند روز جمعه داره، هر سال چندین روز جمعه داره. آیا تا به حال شده لحظه فکر کرده باشیم که در این روز دعای ما اجابت میشه؟ آیا در این روز به این فکر افتاده ایم که ساعت نهفته هست که هر آنچه که از الله بخواهیم الله برای ما عطا میکنه؟ همه من و تو ای مسلمان، ای خواهر مسلمان، میگیم رمضان بیایه که ماه اجابت دعاست، شب قدر بیایه که شب اجابت دعاست. چرا روز جمعه را از دست میدهیم؟ چرا نسبت به روز جمعه همه ما یک نوع غفلتی برای ما آمده که قدر این روز را نمیدانیم؟ به هر حال قدر عمر خود را، قدر هر روز و هر ساعت و هر ثانیه خود را، خصوصا قدر بعضی از فرصتهای طلایی که الله بر ما داده مثل روز جمعه سید الایام. در روز جمعه وقتی شما درود بخوانید، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این درود شما به وسیله ملائکه برای من میرسه. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، میدانید وقتی که درود به رسول صلی الله علیه و سلم تو بخوانید، ملک این درود را گرفته، این صلوات را گرفته، این سلام را گرفته، میبره به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگه فلان ابن فلان این درود را برای شما فرستاد. الله اکبر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بر ما توفیق بده که همیشه درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، خصوصا در شب جمعه و روز جمعه مبارک. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.